یه سلام گرم میکنیم به STCS های عزیز. خب تو این کانال ما آموزشگاه پایگاه داده رو داریم، دیتابیس رو میخوایم با هم بررسی کنیم. انشالله بعد از اینکه پایگاه داده رو یاد گرفتیم کم کم با برنامه نویسی وارد میشیم، برنامه های مختلفی می نویسیم و در نهایت برنامه خودمون رو به این پایگاه داده لینک میدیم، وصل میکنیم و کاربرد همش رو با هم میبینیم. اما بذاریم ببینیم پایگاه داده کجاست و چه کاربردی داره. شما محیط های مختلفی رو میبینید که به اینا میگن محیط های عملیاتی. مثلا چی؟ مثلا محیط یک فروشگاه سوپرمارکت رو میبینید، یا یک مدرسه، یه محیط آموزشی رو میبینید، حتی یک کتابخونه. حالا محیط های دیگه هم داریم مثل بانک، مثل مطب پزشک، بیمارستان و خیلی از جاهای دیگه. خب به نظرتون چه اطلاعاتی رو تو این محیط عملیاتی ما میتونیم ذخیره کنیم؟ یه کمی شما فکر کنید، آروم گوشه دفترتون یادداشت کنید. بذارید من نظر کمکتون کنم. مثلا ما میتونیم اینجا تو محیط مدرسه در مورد دانش آموزامون اطلاعات مختلفی رو نگهداری کنیم. یا تو محیط مدرسه شما میتونید در مورد معلم و پرسنل مدرسه اطلاعات رو نگهداری کنید، مثلا مدیر، ناظم و افراد دیگه که تو مدرسه کار میکنن. دیگه فکر کنید به نظرتون چه مطالبی رو، چه اطلاعاتی رو در مورد دانش آموزان و مدرسه میتونید نگهداری کنید. آفرین به شما. اینم یادداشت کنید، نمرات و اطلاعات کلاس ها و اطلاعات درس ها رو میتونید نگهداری کنید. خب به نظرم بعد از اینکه این فیلم رو دیدید یک کاغذ بردارید، ببینید دیگه توی محیط عملیاتی مدرسه در مورد چه چیزهایی میتونید اطلاعات نگهداری کنید. بذاریم بریم سراغ یک کتابخونه فرضی و ببینیم اونجا شما چه اطلاعاتی رو میتونید نگهداری کنید. خب اگر من بخوام برای شما بگم توی یک کتابخونه اولین چیزی که میخوایم در موردش اطلاعات نگهداری کنیم کتابه. مثل چی؟ مثل اسم کتاب، شابک کتاب، قیمت کتاب، نویسنده کتاب، موضوع کتاب و خیلی اطلاعات دیگه. به نظر شما دوست عزیزم دیگه تو کتابخونه چه چیزایی رو میتونیم نگهداری کنیم در موردشون، داده ها و اطلاعات رو؟ به این کتابخونه زن نگاه کنین غیر از کتاب. آفرین، اعضای کتابخونه رو داریم میبینیم. اعضای کتابخونه میخوایم ببینیم که اینها اسمشون چیه، کد ملیشون چیه، مدرک تحصیلیشون چیه، جنسیتشون چیه و اطلاعات دیگه که میخوان عضو کتابخونه شن و کتاب ها استفاده کنن. دقیقاً درست دارین شما میگی. توی یک کتابخونه ما پرسنل هم داریم، پرسنلی که حالا یا کتاب ها رو نگهداری میکنن یا کتاب ها رو به امانت میدن. خب بریم شما فکر کنید، بازم ببینید چه اطلاعات دیگی رو توی کتابخونه میتونیم نگهداری کنیم. آتون دوست عزیزم دارم میبرم داره یادداشت میکنه، خیلی قشنگ اطلاعاتی در مورد امانت، چه کتابی، چه زمانی، چه تاریخی، به چه مدتی امانت داده شد. بسیار عالی. بریم در مورد یک سوپرمارکت ببینیم چه اطلاعاتی رو میخوایم در موردش نگهداری کنیم و شما دوست دارین چه مطالبی رو داخل دیتابیس در مورد محیط عملیاتی سوپرمارکت نگهداری کنید. این سوپرمارکت رو یک کمی دقیق نگاه کنید. اولین چیزی که به چشم میخوره کالاها هست. دیگه چی شما میبینید؟ آفرین، مشتری ها. دیگه چه چیزی رو میبینید؟ آفرین به شما، خیلی درست گفتید. این هم یادداشت کنید. اینجا هم پرسنل داریم، پرسنلی که قراره اطلاعات کالاها و مشتری ها رو به هم ربط بده، بگه چه مشتری چه کالایی خریداری کرده. اون کارمندی که پای صندوق ایستاده و سفارش های مشتری ها رو نگهداری میکنه. آفرین، چی شنیدید؟ قشنگ گوش دادین؟ سفارش یعنی اطلاعاتی در مورد سفارشتون داری. توی سفارش میگی چه کالایی رو چه پرسنلی به چه مشتری در چه تاریخی و به چه تعدادی سفارش داد. اگه همه اینا رو نگاه کنید متوجه میشین ما الان 3 محیط عملیاتی رو شما معرفی کردیم: کتابخونه، محیط عملیاتی مدرسه و
سوپرمارکت. تو اینا یه سری اطلاعاتون رو دسته بندی کردیم و در مورد موضوعات مختلفی ما اطلاعات نگهداری کردیم. حالا این موضوعات برای ما میتونن چه چیزهایی باشن؟ مثلا کالا، مشتری ها، پرسنل و سفارش توی محیط عملیات سوپرمارکت. یا در مورد کتابخونه میتونیم این اطلاعات دسته‌بندی کنیم به کتاب، اعضا، پرسنل و امانت. یا تو محیط عملیات مدرسه اطلاعات پرسنل رو داریم، دانش آموزان رو داریم، نمرات، کلاس و درس ها. مسلما اگر شما این محیط های عملیاتی رو کاملا بررسی کنید و تجزیه و تحلیل کنید، شاید اطلاعات دیگی رو ببینید که نیاز درون اینها نگهداری کنیم. من میخوام یک اصطلاح جدید رو به شما اینجا معرفی کنم. اون اصطلاح هم این خواهد بود: موجودیت، که توی کامپیوتر به موجودیت ها ما تیبل هم میگیم، یا اگر اینکه توی رفرنس ها ببینید انتیتی هستش و در واقع این اطلاعات تک تک مواردی که نام بردیم، مثلا کتاب، اعضا، پرسنل، امانت، غیر از این که میاد داده ها اطلاعات کتابخونه رو دسته بندی میکنه، در واقع در دسته‌های مختلفی به نام تیبل یا موجودیت ذخیره میکنه. برای مثال من تو کتابخونه الان 4 تا موجودیت رو نام بردم: کتاب، اعضا، پرسنل و امانت. نگاه کنید ببینید در مورد مدرسه من چه موجودیت هایی رو الان اینجا لیست کردم. آفرین به شما، درست دارین میگین. دانش آموزان، پرسنل که معلمم یک هم پرسنله، نمرات، کلاس و درس ها. خب بذاریم بریم اینجا سراغ سوپرمارکت. محیط عملیاتی سوپرمارکت میبینید موجودیت ها و تیبل هایی مثل کالا، مشتری ها، آفرین، پرسنل و سفارش رو لیست کردیم. خب ممنون از تک تک دوستای گلم که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. برای حمایت ما سابسکرایب و لایک و یادتون نره. مداد قلمتم بردار و این دوتا مفهومی که میگم و یادداشت کن. اول ببینیم فیلد چیه. نگاه کنید اینجا فیلد داره به یک ستون اشاره میکنه، ولی من میخوام کمی دقیق تر اونو بررسی کنیم. شما یک موجودیت یا جدول برای پرسنل یک شرکت یا اداره رو مشاهده میکنید. این جدول قرار ویژگی ها، صفت های پرسنل رو نگهداری کنه. ببینیم ما چه ویژگی هایی رو نگهداری کردیم. کد پرسنلی، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، رشته تحصیلی. همونطور که مشاهده میکنید تک تک اینها یک ستون از این جدول هستش یا یک صفت، یک ویژگی از پرسنل ما هستند. به تک تک این ستون ها فیلد گفته میشه. اما کمی دقیق تر نگاه کنید ببینید چه چیز دیگه رو من تعریف کردم. آفرین به تک تک شما. رکورد مفهوم دیگه‌ایه. برعکس فیلد که یک ستونه، رکورد داره به چی اشاره میکنه؟ آفرین به یک سطر از جدول ما. این سطر رو نگاه کنید با رنگ سبز مشخص شده. کمی دقیق تر نگاه کنید. یک سطر از کنار هم قرار گرفتن چه چیزی تشکیل شده؟ ستونها. درسته. پس من ستونها یا فیلدها در کنار هم یک رکورد رو تشکیل میدن، یا به عبارتی فیلدهای مرتبط با هم یک رکورد میشن. تو این جدول من 3 تا رکورد رو دارم میبینم. میخوام یه گوشه یادداشت کنی یه مفهوم جدید که اینجا ندیدیم ولی تو ویدیوهای دیگه میخوایم در موردش کلی صحبت کنیم، کاربردی. میخوام یه اشاره کنم به کلید اصلی یا پرایمری کی. یادداشت کردی؟ من یه ذره در موردش میگم، یه کمی هم تو در موردش فکر کن. تو ویدیو بعدی در موردش خیلی مطلب خواهی شنید. به نظرت من میتونم یک پرسنل دیگه مثل احمد موصوفی داشته باشم که کدش اینجا با یکی از اینا تکراری باشه، مثلا 1000 باشه؟
مسلما نه. هر فرد کدش باید یونیک باشه، غیر تکراری باشه، چون از طریق کد میخوایم به اون دسترسی داشته باشیم. این کدهایی که تکراری نیستن و کلید دسترسی ما به یک رکورد یا به یک پرسونل خاص هستن بهشون گفته میشه کلید اصلی. اینو گوشه دفتر یادداشت کن، یه ستاره هم کنارش بزن، منتظر ویدیو بعدی ما باش که اونجا میخوایم در موردش کلی صحبت کنیم.